برای بدن خیلی مفیده، اما خیلی از افراد موقع نوشیدن آب یه سری اشتباهاتی رو مرتکب میشن. توی این ویدیو براتون تجربه های یک پزشک روسی رو براتون عرض میکنم که بیشتر 100 سال عمر کرده. بهتون یاد میده چطور اشتباهات مصرف آب رو اصلاح بکنید و در حفظ و سلامتی خودتون رو به دست بیارید. لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باشید. دکتر گریگورویچ معتقد بودن که چیزهای ساده و طبیعی کلید یک زندگی سالم و طولانی هستند و نوشیدن آب به روش درست یکی از اینهاست. آب خیلی مهمه، ولی علاوه بر اون یک ابزار فوق‌العاده برای حفظ سلامتی و قدرت بدنی هستش. ما در آخر این ویدیوش به 6 نشانه کم آب شدن بدن اشاره می‌کنیم که نکات خیلی مهمی هستند. اما اول 7 راز نوشیدن آب به روش درست کدوم هستند؟ بیایم با هم دیگه کشفشون کنیم. راز اول این که قبل از خواب 1 لیوان آب بخورید تا بدن بتونه خودش رو احیا بکنه. دکتر میگفتن که 1 ساعت قبل از خواب باید 1 لیوان آب بخورید. اکثر مردم این کارو نمیکنن و این کار بسیار مفید هستش. وقتی خواب هستید بدن مشغول ریکاوری خودش هست، داره بازسازی میکنه بدن رو، پاکسازی میکنه سموم رو. نوشیدن آب باعث میشه کلیه ها، سموم یا همون چیزای بدی که در طول روز در بدنتون جمع شدن رو دفع بکنن. همچنین بدن رو در طول شب هیدراته نگه میداره، چون وقتی خواب هستید دیگه چیزی نمی‌نوشید و این کار میتونه به بازسازی سلول‌های بدنتون کمک بکنه خوابتون رو بهتر بشه. تحقیقات هم نشون دادن کسانی که در ابتدای صبح دچار سکته شدن به دلیل این بوده که در ساعات پایانی روز یا همون شب آب کافی مصرف نکردن، چون آب جلوی سکته رو میگیره. راز دوم این که آب رو کم کم بخورید، نه یک دفعه. اگه یه دفعه آب زیادی رو وارد بدن بکنید کار درستی نیست. دکتر میگن که آب رو باید در طول روز به طور پراکنده و در نوبت‌های زیاد استفاده بکنید که بدن رو هیدراته بکنه و انداماتون مثل قلب و کلیه تحت فشار قرار نمیگیرن، به خوبی کار میکنن. نوشیدن منظم آب میتونه باعث بهبود عملکرد مغز و ماهیچه‌هاتون بشه، چون کم آبی بدن میتونه باعث خستگی ذهنتون بشه. اگه آب رو به مرور بخورید باعث جذب بهتر آب میشه و سرحال‌تر نگه میداره، انرژی بیشتری هم خواهید داشت. راز سوم، آب خیلی سرد ننوشید. آب سرد ممکنه حس خوبی بده به صورت مقطعی، اما برای گوارش ضرر داره. دکتر گریگورویچ میگفتن که آب سرد هضم غذا رو کم میکنه و باعث میشه اندام‌های داخلی سخت‌تر کار بکنن تا مجبور بشن آب رو گرم بکنن. نوشیدن آب ولرم باعث میشه هضم غذا سریع‌تر بشه، احتمال دلدرد هم کم میشه و بدن یهویی سرد نمیشه. این کار همچنین دمای بدن رو متعادل نگه میداره و جریان خون رو بهتر میکنه که به سیستم ایمنی و دستگاه گوارشتون خیلی کمک میکنه. راز چهارم این که موقع غذا خوردن زیاد آب ننوشید. یکی از اشتباهات رایج ما اینه که موقع غذا خوردن مدام داریم آب میخوریم. دکتر میگفتن که این کار باعث جاری شدن اسید معده میشه که در نتیجه هضم غذا سخت‌تر میشه. به جای این کارها حدود 30 دقیقه قبل از غذا یا 1 ساعت بعد از غذا خوردن میتونید آب بنوشید. این کار کمک میکنه که غذا بهتر هضم بشه و احساس سنگینی و نفخ که بعضی افراد بعد از غذا خوردن تجربه میکنن کمتر بشه. همچنین از ترش کردن معده و رفلاکس اون رو هم جلوگیری بکنه، معده رو راحت میکنه. راز پنجم، میزان آب مورد نیازتون رو بر اساس وزنتون مشخص کنید. موضوع فقط این نیست که بیشتر آب بنوشیم. دکتر معتقد بودن که هر کسی باید مقدار مناسب آب وزنش رو بنوشه. باید بدونیم که چقدر باید آب بنوشیم و لازم داریم. مثلا اگه شما 50 کیلو وزن دارید 1.5 تا 2 لیتر آب در روز نیاز دارید. افرادی که فعالیت بدنی زیادی دارن، ورزش زیاد میکنن، فعالیت فیزیکی زیادی دارن، آب بیشتری هم نیاز دارن. البته باید در صورت نوشیدن آب زیاد مواظب به هم خوردن الکترولیت‌های بدنتون هم داشته باشید. ترجیحاً داخل آبتون یک مقدار نمک ارگانیک دریا یا صورتی هم اضافه بکنید که الکترولیت‌های بدنتون تامین بشه. راز بعدی این که قبل از ورزش آب بنوشید. دکتر گریگورویچ پیشنهاد می‌کردن که قبل از ورزش یا هر فعالیت بدنی حتما آب بنوشید. این کار باعث میشه ماهیچه‌هاتون بهتر کار بکنن و به جای گرفتگی
عملکرد خیلی خوبی داشته باشن. تعادل مواد شیمیایی بدن رو هم حفظ میکنه که برای حرکت ماهیچه ها و ارسال سیگنال های عصبی لازم هست. نوشیدن آب قبل از ورزش باعث میشه بهتر ورزش بکنید، دیرتر خسته بشید و احتمال آسیب بدنی کمتر بشه. به علاوه آب به خنک نگه داشتن بدن در هنگام ورزش هم خیلی کمک میکنه، دچار گرمازدگی هم نخواهید شد. اما راز بعدی این که مطمئن بشید آبی که می نوشید تمیز هست. کیفیت آبی که میخواید خیلی مهم هستش. نوشیدن آب آلوده میتونه مواد مضر رو وارد بدنتون بکنه، به اندامهاتون آسیب بزنه و سیستم ایمنی رو تحت فشار قرار بده که در دراز مدت میتونه باعث بیماری‌های مزمن هم بشه. آب لوله کشی اصلا برای نوشیدن مناسب نیست، چون علاوه بر کلور و فلوراید مواد شیمیایی بسیار خطرناکی هستن، حتی در سیستم مغزی عصبی انسان هم تأثیرات خیلی منفی میذارن. این آب حاوی یک سری مواد سمی هستش که در سمپاشی ها هم ازشون استفاده میشه. آب چشمه و آب فیلتر شده بهترین آب هستن برای نوشیدن. یه فیلتر خوب تهیه کنید که بتونه توانایی جدا کردن این مواد سمی رو داشته باشه. در ادامه میتونید مثلا داخل کوزه بذارید آب رو، یه مدت بمونه بعد استفاده کنید، یا داخل ظروف مسی بریزید و استفاده کنید تا یونهای مس هم وارد آب شده باشن که برای سلامتی خیلی مفید هستن. برسیم به 6 تا علامتی که نشون میده شما به اندازه کافی آب نمی نوشید و بدن دچار کم آبی شده. شرایط خطرناکی وجود داره که در اثر نوشیدن بیش از حد آب به وجود میاد، اما کم آبی بدن هم جنبه دیگه‌ای هستش که باید مورد بررسی قرار بگیره. نشونه اول کم آبی بدن سنگ کلیه هستش. اگه سنگ کلیه دارید یا سابقه سنگ کلیه داشتید، باید یه مقدار بیشتر آب بنوشید. در این حالت غلظت ادرار بالا میره و سنگ‌هایی از ترکیب کلسیم و اکسالات تشکیل میشه. نشونه بعدی که نشونگر کم آبی بدن فشار خون پایین هستش. وقتی شما رژیم کتوژنیک رو دنبال میکنید، یعنی سعی میکنید کربوهیدرات رو کنار بگذارید، البته اقدام مفیدی برای بدن هست، اما این کاهش کربوهیدرات باعث میشه تمام مایعات اضافی بدن از بین بره. در این حالت باید نمک به مقدار کافی مصرف بشه، به مقدار کافی هم آب استفاده بکنید که فشار خون زیاد پایین نیاد و مشکلات گیجی براتون پیش نیاد. پس اگه برای سلامتیتون در رژیم هستید و دچار سرگیجه و فشار خون پایین هستید، به آب و نمک بیشتری احتیاج دارید. نشونه بعدی کم آبی ادرار بسیار تیره یا مایل به تیره هستش. ادرار باید روشن باشه، ولی ادراری که رنگش تیره هست نشونه کم آبی بدن هست. پس اگه این مشکل رو دارید یا حس میکنید که تیره تر شده، آب بیشتری رو بنوشید. نشونه بعدی علائم کم آبی در روی پوست هستش. شما میتونید با تست نیشگون گرفتن متوجه کم آبی بدن بشید. اگه یه نیشگون روی پوست دست گرفتید و پوست سریع به حالت قبلی برگشت، یعنی به اندازه کافی در بدنتون آب دارید. اما اگه طول بکشه پوست به حالت قبلیش برگرده، این نشون میده که بدنتون دهیدراته هستش و آب کافی نداره. پوست حالت ارتجاعی نداره، باید آب بیشتری مصرف کنید. نشونه بعدی دهان خشک و چسبیده هستش. اگه دهنتون زیاد خشک میشه یا لباتون به هم میچسبه موقع صحبت کردن، نشونه کم آبی بدن هستش. و نشونه بعدی یبوست هست، حتی بعد از مصرف سبزیجات و میوه‌جات زیاد. ممکنه بعد از مصرف سبزیجات احساس تشنگی بیشتری بکنید. دلیلش این هستش که سبزیجات فیبر دارند که مایعات رو نگه میدارن و اگه آب کافی مصرف نکنید باعث یبوست بدن میشه، چون بدون آب این فیبر نمیتونه به حالت ژلی تبدیل بشه و مورد استفاده بدن قرار بگیره. دوستان عزیزم، ممنون از اینکه تا پایان ویدیو همراه هم بودید. لطفاً با لایک و سابسکرایبتون ما رو حمایت کنید، زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای بعدیمون هم به اطلاعتون برسه. بیشتر مواظب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.